در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در قو. سلام به شما بینندگان عزیز برنامه نگاهی به درون. بار دیگر خوشحالم که در خدمت شما هستم و به سوالات روانشناسی، خانوادگی، ارتباطی شما پاسخ میدم. به من اشاره کردن که 2 تن از عزیزان مدت طولانی روی خط هستن، اونها رو بگیریم. اگرچه من مبحثی رو آماده کرده بودم که در ابتدای برنامه به عنوان مقدمه با شما عزیزان در میون بگذارم، ولی اجازه بدید این 2 تن رو بگیریم که گویا مدت طولانی روی خط هستن. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. درود به شما خانم دکتر، من رو خطم؟ بله خانم، بفرمایید. خانم دکتر، وقتی که وصیت‌نامه شاهزاده علیرضا باز شد، گسترده شد، شنیده شد و گفته شد که تابو شکسته شد بین ایرانیان و مسلمانان. من حالا پرسش دیگه ای دارم از شما. من اول اجازه بدید من اول خدمتتون بگم، من تا این لحظه که از شما میشنوم هیچ اطلاعی در این زمینه ندارم، چون اصلا درگیره. پرسش من در مورد شاهزاده نیست خانم دکتر. بله. پرسش من در مورد گی هست که اینجا آزادانه و قانونا ازدواج میکنن و به هر شکلی که دلشون بخواد فرزندانی رو بزرگ میکنن، پیش خودشون میبرن بزرگ میکنن. بله. حالا من میخوام از شما خواهش کنم که به ما پاسخ بدین، ما ایرانی‌ها چگونه باید برخورد کنیم با بچه هایی که کنار اینا بزرگ میشن. من تو برنامه دیدم که حتی ازشون دعوت کرده بودم، میپرسید که مادر این بچه ها کیه؟ میگفت منم. حالا ما که نداشتیم همچین چیزی رو، خودمون بزرگا، زن، مرد، بچه، دختر، پسر، در دبستان ها، پارک ها، مسافرت ها، وقتی با این بچه ها برخورد میکنیم چجوری باید باشون رفتار رو برخورد بکنیم؟ من اینو خواهش میکنم هر چقدر که حوصله برنامه اجازه میده شما من راهنمایی کنین. سپاسگزارم. بله، اجازه بدید که من اول اینو خدمتتون بگم که ما در یک دنیایی داریم زندگی میکنیم که این دنیا تغییراتی رو با شتاب داره دنبال میکنه. در بخش‌های مختلف زندگی کالاهایی که بیدلیل در سوپرمارکت مذهب و اخلاق و قضاوت‌های اخلاقی فروخته می شده تا کنون، دارن در جایگاه‌های درست خودشون قرار می گیرن. بحث راجع به مسئله همجنسگرایی بحثی نیست که به دین و به قضاوت‌های دینی و به قوانین در واقع ناشی از قضاوت‌های دینی و اخلاقی برگرده. این مبحثی است که صرفاً در میدان پژوهش‌های علمی بیولوژیکی و یافتن چراهایی است که به مسئله دوگانه بودی جینوتایپ و فینوتایپ برمیگرده و اصلاً به میدان بیولوژی، بیوشیمی و روانشناسی برمیگرده و عصب شناسی رفتار برمیگرده و ربطی به دین و مسائل آسمانی نداره. لذا اگر قرنها این مبحث در سوپرمارکت دین فروخته شده، درست مثل یک آنتیبیوتیکی بوده که تو بقالی مشصنعلی به اصطلاح دریانی فروخته بشه. آنتیبیوتیک باید در داروخانه زیر نظر متخصص تهیه و عرضه بشه. لذا وقتی این تغییرات داره به وجود میاد، حالا مشتی حسن علی دریانی
فکر میکنه که اگر کالاها دونه دونه از بقالیش بره کنار و بره تو فروشگاه هایی که مخصوص و اسپشیالیست هستن برای این مسئله، این دیگه اون سودی که تا حالا از این مغازه شلوغ پلوغ میبرده نیست، نمیبره. لذا مشهد ثانی علی دریانی نشسته دم در داره جیغ و داد را میندازه. خب در سوپرمارکت مذهب قرار رابطه انسان با خدا و رابطه انسان با انسان در چارچوب معیارهای انسانی و حقوق بشری نگاه بشه، ترویج بشه و تشویق بشه و آموزش داده بشه. مباحث دیگه دونه دونه از این سوپرمارکت خواهند رفت، همونطور که فیزیک رفت، همونطور به اروپای قرون وسطا نگاه کنیم، همونطور که فیزیک رفت بیرون، فلسفه رفت بیرون، ریاضیات رفت بیرون، آناتومی و فیزیولوژی رفت بیرون، اینا دونه دونه میره بیرون و باید مشهدی حسن علی دریانی یا بقال بدونه که اگر کالایی که برای ارائه داره این کالا ضروریه در تاریخ بشر، اون کالا رو بهترینش رو عرضه کنه، یعنی بهترین شکل رابطه انسان با خدا رو عرضه کنه، بهترین شکل روابط انسان با انسانها رو عرضه کنه. در این کار میتونه موفق باشه و در تاریخ پیشرفت‌های ذهنی انسان جای خودشو داشته باشه. هیچ کس هم به اون مغازه کاری نداره اگر توش سیاست نفروشه، طب نفروشه، به اصطلاح حقوق نفروشه، مهندسی نفروشه، اقتصاد نفروشه، بیولوژی نفروشه، جای خودش رو خواهد داشت. لذا تحولات آغاز شده، شتاب گرفته و نسل‌های بعد از من و شما از زاویه دیگر، از پنجره دیگر به این مسائل نگاه میکنن. کاری که ما باید بکنیم اینه که ما این حالت violent communication رو، این حالت قضاوت از بالا و مغلوب کردن دیگران رو، سلطه‌جویی بر دیگران رو، تحکم بر دیگران رو، خشونت بر دیگران رو که مثل ما نیستن، این دکون رو باید تخته کنیم. فکر میکنم حسنی مبارک اگر امروز رو میدید 30 سال پیش میرفت پیش یه روانشناس یا مشابهان او در سرزمین خودمون یه روزی حسرت میخورن که چرا امروز خودشون رو در نیافتند و تصحیح نکردن. لذا چیزی که اینجا مطرح میشه چیزی است به نام Non-Violent Communication، NVC. Non-Violent Communication عبارت است یک مدلی از ارتباط بین انسان هاست که به جای تکیه بر قضاوت و قدرت تکیه میکنه بر نیاز و حقوق انسانی. نیاز و حقوق انسانی. من در ارتباط با شما تمرکز میکنم رو نید شما، نیازهای شما رو شناسایی میکنم، بعد با حرمت به حقوق انسانی شما بین من و شما گفتمانی آغاز میشه که چون نیازهای شما رو در نظر میگیره شما رو راغب میکنه که با من در ارتباط باشید. حالا اون طرف ممکنه یک کسی از دین دیگه، ممکنه یک کسی از باور سیاسی دیگه، ممکنه یک کسی از اقلیت‌های جنسی دیگه. این مسئله ارتباط و گفتگو و همجواری
از موضع قضاوت‌های اخلاقی که من میدانم و تو نمیدانی، حقیقت در مشت من است و تو از آن غافلی، مال دیروز بوده، نه مال امروزه، نه مال فردا. بنابراین کسانی که دارن رو این روش سرمایه گذاری میکنند بدانند همان گونه که مسیح گفته آنها که باد میکارند طوفان درو خواهند کرد. آنها که باد میکارند طوفان درو خواهند کرد. ما چاره‌ای نداریم که چاره‌ای جز این نداریم که بپذیریم هر انسانی بر اساس نیازهای خودش احتیاج داره فهمیده بشه، احتیاج داره حرمت ببینه، احتیاج داره آزاد باشه و احتیاج داره به حقوقش امنیت داده بشه، به آنچه که حقوق اوست امنیت داده بشه. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. سلام خانم دکتر فرنودی. سلام خانم. امیدوارم حالتون خوب باشه. سوال دارم، فکر میکنم عمومی باشه خانم دکتر، در مورد حسادت و اینکه چطوری به وجود میاد و چگونه میشه باهاش مبارزه کرد. لطفاً به ما اینفورمیشن. چرا شما فکر میکنی با حسادت باید مبارزه کرد اما با ناتوانی، احساس ناتوانی نباید مبارزه کرد؟ چرا شما حس میکنی با حسادت باید مبارزه کرد اما با غم و اندوه نباید مبارزه کرد؟ چرا شما فکر میکنی حسادت چیزی غیر از عواطف دیگر انسانی؟ خیلی این حسادت رو احساس میکنم خیلی ضربه زده به خیلی، یا به من، به خانوادم، چه در وقتی که ازدواج نکرده بودم و چه بعدش. احساس میکنم خیلی ضربه دیدم. یعنی شما فکر میکنی یه عده‌ای به شما حسادت کردن و شما از اون خودم خودت به دیگران حسادت میکنی؟ خیلی خوب. همین که این حرف رو داری میزنی بسیار سالمه، چون اگر ما راجع به حسادت بتونیم صحبت کنیم تبدیل به عنصر تخریبی در روابطمون نمیشه. خب برگردم به سوال، بخش اول سوالت که این حسادت چجوری به وجود میاد و فرم میگیره. اولا الان در مطالعاتی که 9 ویژگی خلق و خویی ما رو وقتی که به دنیا میایم، میگه با 9 ویژگی هست که در واقع در طبیعت ماست وقتی به دنیا میایم و از یک انسان به انسان دیگه میتونه فرق کنه. در بعضی از این مجموعه ویژگی ها حسادت بیشتر دیده شده. در کودکان و نوزادانی که حساستر هستند حسادت بیشتر دیده شده. در کودکانی که باهوشتر هستند حسادت بیشتر دیده شده، یعنی مجموعه این خصوصیات. در کودکانی که نسبت به پدیده هایی که در اطرافشون اتفاق میفته هوشیارتر و بیدارتر هستند بیشتر اتفاق میفته. و در خانواده ها، در بچه هایی که در خانوادهشون رقابت و توقع و یعنی توقع زیاد و رقابت و قیاس وجود داره حسادت بیشتر دیده میشه. خب حالا برگردیم سر این مسئله که چند نوع حسادت ما داریم. یک نوع حسادت هست که به رشک یا انوی گفته میشه که شما اذیت نمیشی از این که دیگران چه دارند، قصه میخوری که چرا شما نداری. یعنی اگر یه بچه‌ای مادرش از راه که میاد تو مدرسه بغلش کنه ورش داره بره، با گرما میاد بچه‌شو بغل میکنه، ماچش میکنه، قربون صدقش میره،
و منم یه بچم اونجا ایستادم، ولی مادرم وقتی میاد دنبالم دم مدرسه فقط یه بوق میزنه، بعد میگه بدو بالا. و بعد وقتی که من میام از ماشین در واز کنم تا بیام بالا کیف سنگینم و بذارم زمین، مادرم میگه که بابا بجنب دیگه، آخه چه لفتی، نمیدونم مثلا تنبل، چقدر فسفس میکنی. اون وقت دفعه دیگه که من اونجا وایستادم مادر دوستم میاد و بچه‌شو بغل میکنه و قربون صدقش میره، من ناراحت نمیشم که اون چرا یه مادر به این خوبی داره، مهربونی داره. قصه میخورم که چرا من ندارم. خب این یک نوعه که بسیار طبیعیه. همه انسان‌ها در همه زمان‌ها و همه مکان‌ها چند نیاز عمومی و مشترک دارن: نیاز به عشق و مهربانی، نیاز به آزادی، نیاز به حمایت و امنیت و نیاز به تشویق و تحسین. هر کدوم ما وقتی اینا رو نداریم، دیگران که دارن رشک میبریم. یعنی آه از نهادمون بلند میشه. یک نوع دیگه ای از حسادت هست که ما چیزی که دیگری داره و ما نداریم، به دلیل رنجی که مشاهده اون به ما میده آرزو میکنیم که اونم نداشته باشه. نه فقط آرزو میکنیم، در بعضی از مواقع برنامه میریزیم که اونم نداشته باشه. مثل کسایی که مثلا با شاگرد اول کلاس حسودی میکنن و مشق شاگرد اول کلاس رو وقتی اون رفته زنگ تفریح میان پاره میکنن یا خط میزنن که معلم با این شاگرد اول دعواش بشه. کارای تخریبی در این راه انجام میدن. این نوع دوم، بعد تخریبیش معمولاً از یک توقف غیر سالم یا یک توقف بدخیم در بین 3 تا 5 سالگی زندگی کودکی ما اتفاق میفته، که در اون دوره‌ای که ابتدا هر کودکی که بهش دایتیک جلسی میگن، که بیشتر فوکاس روی روابط دیگران با هم، یه تابلویی هست با ایتالیایی نوشته الباسیو، یعنی بوسه، که تابلوی 3 تا بچه است که نشستن کنار هم، 2 تاشون دارن همدیگر رو بغل کردن و میبوسن. بعد اون سومی که اون کنار نشسته با چنان غضب و با چنان خشمی داره به این 2 تا نگاه میکنه که اگر امکانشو داشت هر 2 تای اونها رو از بین میبرد. چرا؟ چون بین اون 2 تا چیزی داره در جریان که به این درد زیادی میده. حیات روانی ما انسان ها با هم ابتدا با مادر یا با کسی که نقش مادر رو بازی میکنه به صورت من و تو 2 دل داده و با یک تمنای خودخواهانه و خودشیفته مآبانه از جانب کودک برای انحصار طلبی در مهر مادر، یعنی مادر فقط مال منه. در سنین بین 3 تا 5 سالگی که پدر وارد جو عاطفی ارتباطات کودک میشه و کودک به پدر هم توجه داره و عشق داره و از او هم روابط اکسکلوسیو یا خاص و ویژه میخواد، کودک در جایی قرار میگیره که میشه مثل ضلع یک مثلث، میشه مثل یک 8 که خودش این بالا قرار داره، تو یه ضلع میخواد با مادر رابطه ویژه و عاشقانه داشته باشه، تو ضلع دیگه با پدر. اما بزرگترین هراس و اضطرابش اینه که بین این نقطه یعنی پدر و مادر یک خط دیگری به وجود بیاد و تبدیل بشه به اولین مثلث عاطفی. این first emotional triangle چیزی هست که به بچه به شدت اضطراب میده. لذا
کودک دائم مراقبه که این دو موجود رابطه ویژه‌ای با خودشون نداشته باشن. چرا؟ چون وقتی اون دوتا با هم رابطه دارن، کودک احساس میکنه که من دیگه از این میدان عاطفه پرت شدم بیرون. ای وای بر اسیری که از یاد رفته باشد، در بند مانده و او صیاد رفته باشد. یه همچین احساسی میکنه که بهش میگن abandonment anxiety. abandonment anxiety همیشه به اون نوع حسادت هایی که دایتیک میگن ربط داره. به من اشاره میکنن، به آگهی ها رسیدیم، در یه جمله تمام میکنم. یکی از سالم ترین شیوه های کنار آمدن با احساسات اینه که اولا رشک رو به صورت یک نیاز طبیعی ببینیم و راجبش حرف بزنیم و با افراد امن اونو در میان بگذاریم. یعنی چی؟ یعنی من به دوستم بگم ببین وقتی من میبینم شوهر تو اینقدر به تو احترام میذاره، اینقدر یاور توه، اینقدر با تو صمیمیه، خوشحالم که تو اونو داری، اما غم خودم 10 برابر میشه چون یه شوهری دارم که بی‌ادبه، جلوی منو همیشه میگیره، تو سر من میزنه و رفیق من نیست و دائم به من دروغ میگه. اما این حرفا رو میشه به افراد امن زد. اگر امن پیدا نمی‌کنین به روانشناس. در مورد اون نوع حسادت‌های دیگه بهترین کارش اینه که به تراپی برین و تو تراپی خودتون تخلیه یا کاتارسیس این حس آزاردهنده رو یاد بگیرین. ما به آگهی ها میریم و تا چند دقیقه دیگه به شما برمیگردم. به من اطلاع دادن ما در اروپا و ایران فعلا فقط صدا داریم تا مسائل مالی این کانال با فرستنده ها بتونه به اصطلاح حل بشه. این تلویزیون متکی بر آگهی هاست و اگر آگهی ها از اینش رو نتونه تأمین بکنه، از این محدودیت ها و محظوریات پیش میاد. حداقل این رو میدونیم که خوشبختانه دم این تلویزیون به جایی بند نیست. با ما باشید. من مریم صالحی با استفاده از برنامه تریم فوراور 60 پوند کم کردم و 16 سال است که این وزن را نگه داشتم. حالا به زندگی جور دیگری نگاه می کنم. اعتماد به نفسم زیاد است و این باعث شده که در زندگی زن موفقی باشم. اگر تا به حال نتوانستید وزن خود را کم کنید با من تماس بگیرید. من لاغری شما را تضمین می کنم و تا آخرین لحظه با شما خواهم بود. با کمک همدیگر می توانیم زندگی شما را برای همیشه عوض کنیم. بلند شو، اولین قدم را بردار و به من زنگ بزن. حراج جواهری پارس یک شنبه ها از ساعت 11 تا 1 بعد از ظهر و سه شنبه ها از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر از شبکه جهانی تصویر ایران 818 344 5050. زینا شکرابی در تورنتو کانادا از کمپانی مورگیج الاینس با کادری مجرب بهترین وام‌های مسکونی، تجاری، ساختمانی، صنعتی و غیره را با کمترین نرخ بهره روز و سریع‌ترین سرویس تضمین می‌کند. اخذ وام مسکن برای تازه واردین به کانادا و کسانی که دارای اقامت دائم کانادا نیستند در تخصص زینا شکرابی است. چقدر قشنگه که در خصوصی ترین مسائل و شیرین ترین لحظات زندگیتون اجازه میده که در خدمتتون باشم. از اعتمادی که به هم دارین سپاسگزارم. من هوری سلیمانی
افتخار دارم هر چهارشنبه شب ساعت 9:30 به وقت ایران به مدت 1 ساعت آخرین تغییرات اعمال شده از طرف اداره مهاجرت و شهروندی کانادا در زمینه مهاجرت‌های تخصصی، سرمایه‌گذاری، استانی، دانشجویی و ویزاهای موقت را به سمع و نظر شما عزیزان برسانم. سربلند باشید. Canadian College of National Medicine به مدیریت دکتر نینا یلتقیان در رشته‌های طب سوزنی، ماساژ درمانی، علم تغذیه، هومیوپاتی و دکترای طب جانبی در تورنتوی کانادا آماده پذیرش دانشجو از سراسر جهان می باشد. مدت دوره‌ها 2، 3 و 4 سال است. جهت اطلاعات بیشتر و پذیرش در آمریکا و کانادا با تلفن‌های 416 887 21 28 و 416 627 14 14 و در ایران با تلفن 919 122 1252 تماس و یا به وبسایت canadacnm.com مراجعه فرمایید. لازم به تذکر است کلیه مراحل جهت اخذ ویزای دانشجویی برای واجدین شرایط توسط این کالج و از طریق وکلای با تجربه کانادایی در امور مهاجرت انجام می‌گیرد. با سلام، دکتر سیامک مرغزار هستم، جراح و متخصص بیماری‌های دهان، لثه و کاشت دندان یا ایمپلنت. هیچ وقت برای تغییر دیر نیست. نمیدانم اگر اوضاع به همین صورت پیش میرفت الان کجا بودم یا چه بلایی سرم اومده بود، اما بسیار خوشحالم که امروز اینجا هستم. چنانچه عازم تورنتو کانادا هستید، هتل و مهمانسراهای مریم همواره منتظر استقبال گرم از شما خواهند بود. مهمان نوازی سنت دیرینه ماست. هتل و مهمانسراهای مریم بالهای خسته سفر را به آسایش خویش می‌خواند. اقامتی راحت و آسوده را در هتل و مهمانسراهای مریم تجربه کنید. ویلا، سویت‌های مبله، آپارتمان‌های لوکس مجهز و سرویس رفت و آمد فرودگاهی. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 416 850 66 66 تماس حاصل فرمایید و یا به آژانس مسافرتی خود مراجعه نمایید. maryamhotel.ca. توجه ماجیک تل مشکلات تلفنی به ایران را آسان کرده است. سرویس تلفنی ماجیک تل از تلفن منزل، محل کار و تلفن همراه بدون نیاز به پین نامبر. مکالمه با تهران 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته بدون مالیات، بدون هزینه‌های اضافی، با قیمتی مناسب. بله، اگر می‌خواهید بدون دردسر با اولین تماس با کیفیتی منحصر به فرد با عزیزانتان در هر نقطه از ایران صحبت کنید کافی است. همکنون تلفن را برداشت شماره 1800 267 1350 یادداشت کنید. 1800 267 1350 رو بگیرید و امتحان کنید. ماجیک تل، سرویس سحرآمیز تلفنی به سراسر دنیا. 1800 267 1350. ماجیک تل. هلو
دکتر ژوزف کهن، چشم پزشک، عضو امریکن اپتومتریک اسوسییشن، درمان بیماری های چشم، آزمایش چشم، کانتاکت لنز و مشاوره لیزر درمانی. مطب مجهز به پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی و با آخرین مدل های عینک های طبی و آفتابی می باشد. ساختن بیشتر عینک ها در مطب در ظرف 1 ساعت. پذیرش مدیکر و اکثر بیمه ها. برای کسانی که بیمه ندارند، اقساط ماهیانه در نظر گرفته شده است. با متد جدید بدون لیزر درمانی بینایی خود را به دست آورید. آدرس 19737 ونتورا بولوارد، سویت 201، شهر وودلند هیلز. تلفن 818 345 3937 818 345 آیز. دکتر ژوزف کهن. بله بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. خانم دکتر با من هستین؟ بله بله. سلام خانم دکتر فرنودی، حالتون خوبه؟ متشکرم خانم، بفرمایید. من از بوستون تلفن میکنم و سوالم راجع به پسرم هستش. تقریبا 18 سالش میشه، چند ماه دیگه. این پسر من وقتی که خب خیلی کوچکتر بود مشکلاتی داشت که ما دنبالشو گرفتیم و اولش گفتن که ADHD نداره، ولی خب نمیتونست قشنگ صحبت بکنه و اینا. تو مدرسه کمکش کردن. بعدن که به کلاسای بالاتر رسید، مدرسه‌های بزرگتر رفت، خب مشکل براش پیش اومد که ما باز دوباره فالوآپ کردیم و بیمارستان مس جنرال بردمش. اینو دوباره تستش کردن، گفتن ADD داره. البته چون کیسش خیلی از این پیچیده ها نبود، از این مثلا هایپر باشه یا چیزی باشه، فقط بیشتر نمیتونست فوکس بکنه. و از کجا میدونید که فقط مضطرب نبود؟ مضطرب هیچ آثاری از اضطراب ظاهرا نمیدیدیم. خب lack of concentration یا اینکه نتونه فوکس کنه یا بیقرار باشه، چرا شما فکر میکنید علامت اضطراب نیست؟ حالت بیقراری ما هیچ وقت توش نمیدیدیم. حالا مثلا میشینه کارشو بکنه، میبینی که مثلا انگار توی یه عالم دیگه میره، برای خودش خیلی راحت میخندید، مثلا داره به یه چیز دیگه فکر میکنه، خیلی ریلکس اینا. ولی مثلا حالت اضطراب من هیچ وقت توش ندیدم. فقط این که میشه مثلا سر کارش ساعت ها اگر مثلا از اون دنیای خیالی خودش بیرونش نمی آوردی، همینجور نشسته بود فکر میکرد، برای خودش مثلا وقت با خودش هم حرف میزد، یه همچین حالتی. خیلی خوب. الان شما دارید راجع به علائمی بیش از یک اضطراب ساده یا یک ADHD ساده صحبت میکنید. برید روی مسائل امروز این جوان. امروزش الان دیگه داره برای کالج اپلیکیشن اینا میفرسته. ما خیلی از چیزایی که میشده تا حالا با کمک مدرسه و کمک هایی که از دکتر گرفتیم باش کمک کردیم. سوشال اسکیلش خیلی ایمپروو کرده. خیلی براش مثلا برنامه میریزیم، میگیم باید ددلایناتو قبل از این که وقتش بشه تو باید میت بکنی، ولی هنوز سر این که این کاراشو به موقع انجام بده ما با این. بانوی عزیز، شما یه پسر 18 ساله رو دیگه نمیتونی مایکرو منیج کنی. فقط شما به من بگو متخصصینی که با این بچه کار کردن گفتن این بچه مشکلش چی بوده، یک تشخیص دقیق به اصطلاح حرفه‌ای چی بوده روی این بچه؟ گفتن ADD. آها. بعد دارو به او دادن؟ دارو هم برای یه ریتلین دادن 5 میلی گرم، گفتن که اینو امتحان کنین و اینو ما امتحان کردیم، خیلی فرق ندیدیم و من دکتری اینو عوض کردم، یه دکتری نزدیکتر خونمو بردم. این دکترم مانیتور کرد برای یه مدتی و اوکی بود بچه. گفتش که این البته مثلا 3 سال پیشه، گفتش که این داروی اینو ما نمیایم بیشتر از اینی که هستش بکنیم، چون اون وقت ساید افکتاش نشون داده میشه. اگه با همین دارو اوکی هستش با همین ادامه بدیم.
و اینم یه مدتی مثلا سال دوم دبیرستان خوب بود، بعد دوباره سال سوم دوباره نمیدونم چجوری میشه که باز هی ما باید ریمایندر بهش بدیم، هی باید مثلا با معلم. شما چند تا بچه دارید؟ من 2 تا. اون یکی بچه چند سالشه و با این چقدر فاصله داره و جنسیتش چیه؟ 2 تایشون پسر هستن. بزرگه الان کالج، خیلی ایندیپندنت، خیلی همه تصمیماشو خودش میگیره و معمولا اون تصمیمای خیلی خوبی میگیره. بچه خیلی خوبی هست، الان داره مهندسی میخونه و خیلی هم همه کاراش خوبه. اینم خیلی اونو دوست داره، با هم دیگه هم خیلی دوست هستن. منتها ما هم همش بهش میگیم ببین این مثلا کاراشو میکنه، بعد وقت آزاد داره، تو چرا سعی نمیکنی که کاراتو بکنی که تو هم وقت آزاد داشته باشی؟ شما هیچ وقت این بچه رو برای تراپی بردید؟ تراپی بردم، ولی دکتری که باش صحبت کرد گفت من خیلی کاری نیستش که من برای این انجام بدم. ما بردیمش اینو پیش تراپیستم بردیم. اونم تشخیصش ADD بود و گفت باید دواشو بخوره. بله. خیلی خوب. اگر واقعا این همه متخصص چنین تشخیصی به شما دادن، من کی هستم که بدون اینکه این بچه رو دیده باشم به چالش بگیرم به اصطلاح آنچه که اونها کردن. من تنها چیزی که میتونم به شما بگم اینه که اگر این بچه، این جوون هنوز احتیاج به این داره که شما منیجش کنید، شاید یه مقدار شخصیت وابسته داره و من اگر جای شما باشم حداقل یک بار میذارم که این بچه رو یک تست MMPI بکنن، یک روانشناسی که تخصصش کودکان و نوجوانان باشه، در اونجا هستن و آمریکایی هم باشه، هیچ فرقی نداره. این تست نسبتاً ابجکتیوه و بعد از اینکه اون تست رو کرد شما از روانشناس سوال کنید که بهترین شکل رفتار خانوادگی ما با این بچه چه باید باشه و اون چه که اون متخصص از نزدیک میگه شما دنبال کنید. این تستی که شما میگین نوروسایک نیستش؟ نه، این نوروسایک نیست. MMPI تست روانشناسی شخصیتیه که رو 2-3 تا از اسکیلاش مسئله دیپندنسی رو هم برای آدم با تجربه وقتی این تست رو بده نشون میده و ریفلکت میکنه. بله. اوکی؟ من واقعا میخوام به این بچه هر کمکی که میتونم بکنم. این بچه سال دیگه که میره کالج که ما دیگه دورش نیستیم که دائم بخوایم بهش یادآوری بکنیم و من نمیخوام که واقعا ادامه بدم این کارو. شما شاغل هستین؟ من بله. خیلی خوب. من اون چه که باید به شما بگم گفتم و چون وقت برنامه به خاطر بالا رفتن میزان آگهی ها کمتر شده اجازه بدید که به نفر بعدی برگردم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. خانم دکتر درود بر شما. خواهش میکنم آقا، مرسی. خوشحالم من که برنامه شما رو میبینم. خواهش میکنم. پرسش که از حضورتون داشتم خانم دکتر در مورد اعدام بود. میخواستم ببینم اعدام چه تأثیر مثبتی به اصطلاح در جلوگیری از کارهای خلاف در جامعه میکنه و اعدام در ملأ عام و ترویج خشونت و دیدنش از جانب نونهالان و نوجوانان و کودکان چقدر مضر و چه تأثیر منفی میذاره. آیا تحقیق اصلا اصولا بله که اعدام در جامعه کار مثبتی انجام میده، یعنی جلوگیری میکنه یا نمیکنه؟ آیا اصلا اساسا در طریق دانشگاهی تحقیق شده یا نه؟ بله متشکرم. نه خیر، من عرضی ندارم. در مورد death penalty که همون اعدام یا تنبیه از طریق مرگ، حالا چه از طریق تزریق آمپول باشه، چه به دار زدن باشه، چه شلیک کردن باشه و غیره، مجازات اعدام در برابر خطایی که یک انسان میکنه طبق تحقیقاتی که در آمریکا شده و در 2 کشور دیگه اروپایی
من حداقل بهش برخورد داشتم، یکی در انگلستان رو این مسئله تحقیق رسمی شده و یکی دیگه در هلند یا دانمارک، در هلند مثل این که اعدام همونطور که میدونین در خیلی از کشورها دیگه وجود نداره، به خصوص کشورهایی که مسئله اخلاق پلیسی شبه اخلاق شناسایی شده. یعنی اگر من از ترسم دزدی نمی کنم، رشد اخلاق در من بیشتر متوقف میشه. اعدام در جاهایی که اجرا شده، چون میدونید در آمریکا 50 و چند ایالت هستند که اینا به صورت فدراتیو اداره میشن، قوانین کالیفرنیا، دادگاه عالی کالیفرنیا، زندانهای کالیفرنیا قوانین خودشو داره، در یه ایالت دیگه یه ایالت دیگه. بعضی از ایالت‌ها اعدام وجود نداره، یعنی قانون دث پنالتی ندارن. وقتی آمدن رشد یا توقف یا رشد منفی جرائم رو، 3 جرم رو به خصوص، کشتن، ریپ و سرقت مسلحانه رو آمدن بررسی کردند، دیدن در ایالت هایی که اعدام وجود نداره جرائم در کل و به خصوص این 3 تا جرم پایین تر اومده. اگر چه حتی گمان میرفته که حالا که در اون ایالت ها اعدام وجود نداره بنابراین قاتلین یا ریپیستا مهاجرت میکنن میرن تو اون ایالت با این امید که هیچ وقت کشته نمیشن، اینطور نبوده. و این الان یه موضوع بزرگیه که در واقع انجمن‌های حرفه‌ای مثل انجمن روانشناسان آمریکایی و غیره دنبال میکنن و مشاوره میدن به قانونگذاران ایالت‌ها که چیزی که فایده نداره چرا اجرا میکنین. حالا تأثیر بدش چیه؟ تأثیر بدش اینه که جامعه‌ای که به پاره‌ای از جنایتکاران به صورت مجرمین به صورت بیمار نگاه میکنه، خود وجوده، یعنی کشتن یه آدم بیمار یک نوع ترویج دلهره و خشونت در خود جامعه هست. بنابراین وسیله مفیدی برای کنترل جرائم نبوده. حالا برگردیم به نوعیش که در ملأ عام میکنن و تأثیری که بر بینندگان. من گاهی اوقات وحشت میکنم وقتی تصویری میبینم که در سرزمین ما 2 نفر رو دارن با جر ثقیل دار میزنن یا دارن از یه جا دار میزنن و یه دیون پایین ایستادن و بچه به بغل دارن این صحنه رو تماشا میکنن. فکر میکنم سرزمین ما به صورت یک بیمارستان روانی بسیاری از امور وحشتناک رو عادی می انگاره و بر سرنوشت این سرزمین ترس و دلهره تجربه می کنم. یک انسان سلامت از طریق وجود امپاتی یا همحسی روزها نمیتونه از درک حال اون جوونی که به هر دلیل داره قدم بر میداره میره به سمت جایی که 5 دقیقه دیگه با زندگی خداحافظی میکنه، نمیتونه آرام داشته باشه. تنها چیزی که میتونم بگم جامعه به سمت جنون و شیدایی جمعی داره حرکت میکنه که میتونه چنین صحنه هایی رو ببینه و فریاد اعتراض بر نداره.
بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. الو. بفرمایید خانم. الو. بفرمایید. الو خانم دکتر فرنودی. جانم بفرمایید. با من هستی؟ با شخص شما. تلویزیونتون رو یواش کنید. خانم دکتر، اول از اینکه به همراه بقیه کسانی که گفتن واقعا افتخار میکنم که شما رو میشناسم و به شما گوش میدم. سپاسگزارم خانم، ممنون. و الان میدونم من هم ایموشنال شدم مثل شما، واقعا حتی قلب شما همراه با روح و روان شما و فکر شما همه یه تعالی خاصی داره. ممنون خانم، سپاسگزارم. خانم دکتر، اول یه سوال خیلی سریع راجع به این تستی که فرمودید. MMPI بود؟ نه، MMPI مینسوتا. تست برای جوونا. مینسوتا. نه پرسونال تست برای بزرگسالا، اتفاقا مال ورژن نوجوانش میلانه، ولی کن تست میلانه. ولی MMPI به یه دلیلی که من میدونم به این خانم توصیه کردم. MMPI مخفف مینسوتا مولتیپلیستیک پرسونالیتی اینونتوریه که خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده. زنده یاد دکتر سعید شاملو در این راه تلاش بسیاری کرد. بله، پس من برای دختر 17 سالم اگر بخوام، بستگی داره به چه دلیل. شما نمی باید تشخیص بدین بچه‌تون چه تستی بگیره. شما می بایست مشکلات بچه‌تون رو به یه متخصص بگین، متخصص تصمیم بگیره که چه تست هایی برای پیدا کردن پاسخهایی که دنبالش هستیم مفید هستن. روانکاو برم یا روانپزشک؟ روانشناس در میان تمام حرفه ها روانشناس، یعنی نه مشاور حق داره این تستا رو بکنه، نه روان پزشک این تستا رو میتونه بکنه. روانشناس بالینی تنها کسی است که به طور قانونی حداقل در آمریکا حق داره که سایکولوژیکال اسسمنت یا ارزیابی ها و آزمون های روانشناسی رو به کار ببره. نوع آزمون های مربوط به استعداد و هوش رو روانشناسان مدرسه یا educational psychologist هم میتونن به کار ببرن. بله خانم دکتر، سوال سریع دوم، من برای شما چمارم پیغام گذاشته بودم، هیچ جوری به جاهای دیگه امریکا برای کنفرانس و سمینار سفر نمی کنید؟ چرا؟ ببینید، ما در تگزاس دالاس هستیم. بله، اجازه بدید من خدمتتون بگم. من به ایالات دیگه بسیار سفر می کنم. وقتی که برای کنفرانس و سخنرانی و اینها منو دعوت میکنن، من اینو یک بار توضیح میدم به دلیل بقیه شنوندگان. وقتی که دانشگاه ها از من دعوت میکنن من برای کنفرانسی به زبان فارسی یا به زبان انگلیسی برای جمعیت ایرانی یا امریکن ایرانیان سوسایتی برم، من فقط در رابطه با دانشگاه ها هیچ گونه چارجی برای کنفرانسم ندارم و در فضای دانشگاهی به طور رایگان کنفرانسم رو میدم. اونها فقط بلیط هواپیمای منو و اگر یک شب اونجا میمونم اقامت من رو تأمین میکنن. این قانون من هست با مؤسسات آموزشی. یه موقع هست که جمعیت ایرانی اون محل مثل کانونهای فرهنگی یا نمیدونم کانونهای خدماتی فلان اینا به من میگن که فرض کنید 2 تا 3 تا کنفرانس از کنفرانس‌های من، اتفاقا چون اسامیشو روی وبسایتم هست، گاهی اوقات تلفن میکنن میگن ما میخوایم شما 2 روز بیایید اینجا، فرض کنید این موضوع رو کاور کنید برای ما، برای جامعه ما. اون وقت من میگم من هیچ کاری ندارم به این که شما کجا رو میگیرید، به کیا بلیت میفروشید، چند بلیت میفروشید، چند نفر میان. اگر من برای 2 روز میام اونجا، پولی رو که در مطبم از دست میدم، نه بیشتر نه کمتر. پولی رو که در مطبم از دست میدم برای این 2 روز نبودن، چون به پولی که از طریق کارم در میارم در زندگی شخصیم نیاز دارم. پولی رو که در مطب از دست میدم
به علاوه بلیط هواپیما و اقامت من اونجا شما به من تأمین کنید، من میام، بقیه مسئولیتاش با خودتونه. این مدلیه که من به اصطلاح به ایالت‌های دیگه سفر میکنم. حالا خوب شد گفتیم، یک دنیا ممنون. من از این هفته میدوام دنبال دانشگاه‌ها، گروه‌های فرهنگی، هر کدوم، برای اینکه یه ایندیویدوالم، ببینم از کجا میتونم این کمک رو بگیرم و ما شما رو تو دالاس داشتیم. سپاسگزار از لطفتون. سپاسگزار از لطفتون. سوالم رو سریع میگم خانم دکتر، من یه پرابلم خیلی عظیمی با این مسئله فرهنگی اخلاقیمون دارم که نظر خاصی هم دارم که ما نمیتونیم در جمع دوست و فامیل نظر خودمون رو راحت بیان کنیم. یعنی اگر میبینیم کسی بهمون دروغ میگه، اگر حرکت ناشایسته میکنه، همیشه به ما گفته شده که این فامیل، این خواهر، این دوست، اینا رو باید بگذاریم. من دریافتم که این از سیستمی که توش بودیم، یعنی دیکتاتوری ها، خفقان ها، رشد نکردن های فکری، اخلاقی و روابط مبتنی بر قدرت، بله، یا قدرت یا ناراحت نشدن اون شخص، بیشتر روابط به هم خوردن، ترس از اینکه میخوای نگرش داری. نباید. سوالتون چی؟ سوالم اینه که من سعی میکنم خودم رو کنترل کنم، ولی و با وجودی که قبول ندارم به خاطر دیگران، به خاطر شوهرم، به خاطر دوستم، به خاطر اینا رو اپلای کنم به روابط، ولی وانس این وایل نمیتونم و حقیقت ها رو میگم و مورد انتقاد. اجازه بدید من خدمتتون، بله اجازه بدید من خدمتتون اینو بگم. ما دو نوع در واقع اوپننس داریم، دو نوع حقیقت گرایی داریم. یک نوع خشن و تخریب کنندش که دیگران رو میترسونه، آزرده میکنه، تحقیر میکنه، کوچیکشون میکنه. این نوع هیچ وقت سودی نداره. شما فقط تنها سودش اینه که تخلیه کردید حس خودتون رو. یک نوع هم اوپننس کانستراکتیو، اینو میگن دیستراکتیو اوپننس. بله. و یک نوع کانستراکتیو هست، سازنده. در نوع کانستراکتیو اوپننس شما اول از اینکه دهن باز کنی و راجبه چیزی صحبت کنی باید در نظر بگیری که تأثیر این حرفی که شما میزنی رو طرف مقابل چیه و اگر چگونه بگی تأثیرش سازنده است. برای این مسئله ما باید اسکیلفول کامیونیکیشن یا شیوه های نگوشیشن سازنده رو، اتفاقا همین یک شنبه در کنفرانس بسیار بزرگی که به همت خانم مریم خسروی در اورنج کانتی برگزار شد و بانوانی مانند خانم انوشه انصاری که به ماه سفر کرده، خانم نازی افتخاری، دوستان خانم دکتر الهیان، به هر حال دوستان دیگری که کارهای بانوانی که کارهای بزرگ کردن که من هم به عنوان کسی که کارهای کوچیک همیشه خیلی کرده در کنار این دوستان بودم و این موضوعی رو که از من خواسته بودن راجبش صحبت کنم که شاید برداشت دوستان این بود که من یکی از آدمایی هم که در این زمینه موفقم نسبتاً، این بوده که آرت نگوشیشن چیه، ما چگونه میتوانیم با دیگران گفتگو کنیم، چگونه میتوانیم به دیگران نزدیک بشیم، چگونه میتوانیم در دیگران نفوذ کنیم. من در اون سخنرانی به این موضوع اشاره کردم که حداقل تا جایی که من باور دارم نیروی مادینه هستی که میتونه در من زن باشه یا در یک مرد باشه، نیروی مادینه هستی کارش غلبه بر دیگران و سلطه بر دیگران نیست. کار نیروی مادینه هستی نفوذ در دیگران و ایجاد تغییر سازنده است. این نیروی مادینه هستی پروراننده است.
نابود کننده نیست. ممکنه که ما زنانی رو داشته باشیم که بسیار تخریبی عمل کنن، ولی اونها با قانون نیروی مادینه هستی حرکت نمی کنن. به من اشاره می کنن که ما به آگهی ها رسیدیم. توصیه من به شما اینه که مقالاتی که راجع به آرت آف نگوشیشن، که آرت آف نگوشیشن ایجاد اعتماد در دیگرانه و ایجاد اعتماد در دیگران مبتنی بر واقعی بودن و تروتفولنس، یعنی صمیمی و راستگو باشیم، احترام بگذاریم به طرف مقابل، حال او رو بفهمیم، شفاف با او گفتگو کنیم و همحسی و همدردی با او داشته باشیم و با او یک نوع یگانگی و ارتباط رو از ابتدا تا آغاز حفظ کنیم، شروع میشه. در این زمینه خودتون رو ادوکییت کنیم. دوستان تا چند لحظه دیگر به شما برمیگردم. الو. هموطنان عزیزی که قصد سفر یا مهاجرت به تورنتوی کانادا را دارید، سحر امینی با تجربه خرید و فروش املاک در اروپا و کانادا شما را جهت سرمایه گذاری و تهیه منزل مورد نظرتان در تمام مراحل یاری می دهد. خرید، فروش و اجاره مسکن مورد علاقه خود را در تورنتوی کانادا به من بسپارید و فرایند تخصص و تجربه را شاهد باشید. سرویس از سحر امینی و رضایت از شما. تلفن سحر امینی، مشاور املاک در تورنتو، 416 877 84 24. هدف من رضایت شماست. آشنایی با آیورودا زندگی منو عوض کرد. آیورودا به حق که دانش جوانی، سلامتی و زیبایی است. از مشکلات اقتصادی و بحران مالی رنج میبرید؟ آیا بیزنس جدیدی را شروع کرده اید؟ آیا مشتریانتان را از دست داده اید؟ راه حل و چاره کار در دستان ماست. ما شما را یاری خواهیم داد تا بار دیگر به وضعیت مطلوب اقتصادی بازگشته و بیزنستان را رونق بخشید. ما آگهی‌های شما را در فرمت‌های متنوع تولید و در گستره به گستردگی جهان پخش خواهیم کرد. رونق اقتصادی ارمغان ما به شماست. زمان را از دست ندهید و با ما تماس بگیرید و با اطمینان شاهد شکوفایی وضعیت اقتصادیتان باشید. زینا شکرابی در تورنتوی کانادا از کمپانی مورگیج الاینس با کادری مجرب بهترین وام‌های مسکونی، تجاری، ساختمانی، صنعتی و غیره را با کمترین نرخ بهره روز و سریعترین سرویس تضمین می‌کند. اخذ وام مسکن برای تازه واردین به کانادا و کسانی که دارای اقامت دائم کانادا نیستند در تخصص زینا شکرابی است. چقدر قشنگه که در خصوصی ترین مسائل و شیرین ترین لحظات زندگیتون اجازه میدین که در خدمتتون باشم. از اعتمادی که به هم دارین سپاسگزارم. مهمانسرا و رستوران ترافیک با محیطی گرم و خانوادگی پذیرای شما و میهمانان عزیزتان می باشد. رستوران و مهمانسرای ترافیک در جاده ساحلی نشتارود در منطقه زیبا و سرسبز شمال ایران. مکانی برای دید و بازدید دوستان و لذت از خوردن غذاهای خوشمزه در نهایت آرامش.
طعم مخصوص غذاهای ترافیک را هرگز فراموش نخواهید کرد. بفرمایید. بفرمایید. جانم بفرمایید. خانم دکتر سلام عرض شد. سلام خانم بفرمایید. میبخشید خانم دکتر، من میخواستم راجع به انواع فوبیاها که به خصوص در رابطه با مثلا کت فوبیا، داگ فوبیا چه کار میشه کرد تا بتونیم مثلا برای این نوع ترس چیره بشیم، چون داره زندگی من رو بدجور تحت تحقیق قرار میده. شما میدونید که تمام ترس ها و تمام فوبیا ها به خصوص وقتی که تا این حد در زندگی در فانکشن یا عملکرد روزمره زندگی شما تأثیر میذاره، زیربناش و سوختش و بنزینش اضطرابه. حالا شما به من بگو که اصولا در خانوادت اضطراب یه چیزیه که پایه ارثی داره؟ بله اینطور هست. بله همینطوره. خودم با همین مسئله روبرو بودم تا مدت ها. البته روی دارو هم بودم، یه مقدار غلبه کردم یه مدتی. دارویی که روش بودی پکسل یا زولافت بود؟ نه چیز بود، پروزک بود یه مدتی. پروزک خیلی خوب. ولی بعد یه طوری احساس میکردم داره سازگاری میکنه با بدنم، کنار گذاشتمش، یعنی احساس میکردم کاری برام نمیکنه. ولی خانم دکتر این حالت من برا من برا فوبیا تجربم نشون داده که پکسل بهتر عمل کرده تا پروزک. حالا اینو با دکترت در میون بگذار. بذار برگردم به این که چه نشانه های دیگه ای از اضطراب تو خودت میبینی؟ آیا چیزایی مثل جویدن ناخون، کندن مو، کندن پوستای ناخون و غیره و اینا داری؟ خوردن یک گوشه لبم همیشگیه. خیلی بعد آیا چیزهایی مثل frequent urination یا زود به زود توالت رفتن، دستشویی رفتن داری؟ نه اونو نه به اون شکل که نه اونو نه. خوابت چگونه است؟ خوابم خیلی حالت vivid dreams lot، مثلا هم دائمی حالت رویاهایی که احساس میکنم زنده است، خیلی مثلا و اون وقت به اصطلاح حس که در تمام خوابهات وجه اشتراک هست ترس و دلهره است. بله مسلم و یه احساس گناه زیاد پشت همه اینا. چرا احساس گناه؟ بله. چرا احساس گناه؟ احساس گناه که مثلا پدر مادرم رو گذاشتم اومدم این برای دنیا. آها. سوال بعدیم اینه که شما در زندگی روزمرت چیزهایی که محرک اضطرابه مثل قهوه، مشروب؟ نه خانم دکتر، اصلا جز گرین تی اونم once in a while اصلا مدت هاست که اونا رو دراپ کردم، وگرنه تا صبح بیدار بودم اگه با اونا بودم اونا رو مثلا استفاده میکردم. اون وقت شما عادتت در ورزش چقدره؟ خیلی ورزش میکنم، فوق‌العاده اکتیوم، فوق‌العاده فیتم، ولی با این وجود این پرابلم رو همیشه دارم، به خصوص تو خوابم. یعنی شوهرم واقعا تحت فشار احساس میکنه، من اصلا حالت دیپ اسلیپ ندارم.
هرچی میپره خانم دکتر بیدارم. خیلی خوب. شما به نظر حالا یه جمله دیگه هم اگر من بپرسم اون وقت میتونم دقیق تر. شما هیچ ترامایی رو پشت سر گذاشتی که بتونی بگی بعد از اون حادثه یا اون تراما من بدتر شدم؟ بالا فکر میکنم نمیدونم، ازدواج کردم و اومدم خارج از کشور، بلا فاصله باردار شدم، اصلا آماده نبودم. بعد همینطور گوان کردیم زندگی. بعدم خب پدر خیلی عصبانی داشتم، فوق‌العاده. یعنی از بچگی هر چی که به یاد میاری این حال؟ بله میبخشید خواستتون میکنم. بله از بچگی همیشه اضطراب شدید داشتم نسبت به پدر و بالاخره تنبیهات و همه این چیزا. متوجه هستی که وقتی راجع به این مسئله صحبت کردی مجاری تنفست تنگی کرد؟ خیلی شدید، همیشه اینطوره، ولی دلم میخواد ببخشم مثلا دیگه تو این دنیا نیست، ولی احساس میکنم قسمت اعظم تمام مشکلاتم از اونجا. چرا هیچ وقت تراپی نرفتی؟ جانم بفرمایید. چرا هیچ وقت تراپی نرفتی برای این مسئله؟ نمیدونم از کجا شروع کنم، کجا زندگی رفتم خانم دکتر، رفتم. کجای دنیا زندگی میکنی؟ بله. کجای دنیا زندگی میکنی؟ تو امریکا زندگی میکنم. من اگر جای شما باشم بله. با کامپیوتر اینا راحتی؟ با کامپیوتر بله. خیلی بله. من اگر جای شما باشم میرم رو سایت APA American Psychological Association. بله. چرا من میگم American Psychological Association؟ برای اینکه انجمن روانشناسان آمریکا برای اینکه عضویت شما رو بپذیره چندین ویژگی شما رو چک میکنه. یکیش اینه که شما در یکی از دانشگاه‌های معتبر آمریکا یا دنیا فارغ التحصیل شده باشی. دوم اینکه امتحان برد تخصصی رو گذرونده باشید و دانشگاه‌هایی رو هم که گفتم دانشگاه‌های معتبر، یعنی دانشگاه‌هایی که دوره دکتراش 5 years full residency هست قبول میکنه. و نکته بعدی اینه که لایسنس اون ایالتی که دارید باید فعال باشه و برای اینکه آدم لایسنسش فعال باشه باید هر 2 سال یک بار 34 واحد جدید در اون زمینه برداره تا اینطوری باشه. ما خیلی ها رو میبینیم که تو این رادیو تلویزیون ها روانشناس و اینها خودشون رو معرفی میکنن، ولی کافیه که ازشون سوال کنید آیا شما لایسنس ایالت کالیفرنیا رو دارین؟ اگه تو کالیفرنیا یا لایسنس ایالت دیگه‌ای که توش هستین دارین، این سوالو بکنید. و دومین سوال اینه که آیا عضو APA هستید، که اون وقت اونجا مشخص میشه که کوالیفیکیشن یا کیفیت کاری یه نفر چیه. بعد برو روی سایت APA، بعد محله خودت رو یا ایالت خودت رو بزن و حتی نه فقط ایالت خودتو بزن، هر چقدر که برات رانندگی راحته تا به یه متخصص برسی، 5 مایل، 10 مایل، 20 مایل، اونم بزن تو ریدینت مثلا 15 مایل، یعنی شعاع 15 مایل یا 10 مایل، و هی محدود میکنی تعداد اسامی که میاد. و بعد تقریبا آیدیا دارم که چجوری، البته هیچ وقت اقدام نکردم، ولی اینجور که میگین تقریبا شباهت به خیلی از کارهای خودمون داره. خیلی خوب. بنابراین بعد از اون که مشخص کردی اون عده‌ای که توش افتاد، اون وقت اونا یه توضیح کوچولو راجع به اسامی گاهی میدن. مثلا فرض کنید رو اسم من یه واژه کراس کالچرال هم میاد، یعنی من 2 فرهنگی هستم و با 2 تا فرهنگ کار کردم. روی اسامی که اکسپرتیز تو انگزایتی دیسوردر اند فوبیا میاد، اونا رو انتخاب کن و با 1-2 نفر تلفنی صحبت کن و ببین با کسی که راحتی برو و این مسئله رو ریشه‌کن کن. بله. خانم دکتر شما میتونین این کار رو بر من انجام بدین اوور د فون یا نه؟ آره حالا اجازه بده. نه، بهتره برات که
یه نفری رو پیدا کنی که فیس تو فیس باهات کار کنه. من کار مشاوره تلفنی میکنم، ولی همیشه به دوستان میگم کار تراپی از طریق فیس تو فیس پاورفول تره. مثلا ممکنه من الان فرض کنید با یه نفر دارم کار میکنم که میگه در یکی از ایالات میزوری هست که برای رسیدن به یه روانشناس باید 1 ساعت و 40 دقیقه سفر کنه، راه بره، و بعدم وقتی رفته میگه با آمریکایی من انگلیسیم خیلی خوب نیست. خب در اون صورت ممکنه اگه با من کار کنه بهتر از اینه که اصلا کار نکنه، ولی چون این امکانات در بسیاری جاها وجود داره، اون فیس تو فیس رو انتخاب کن که بسیار بسیار مفیدتره. بله خانم دکتر، من چون یه شورتکاتی هم وجود نداره، بایستی این پروسس طی بشه. ببین بذار من بهت بگم هستم که واقعا جابم تحت تاثیر قرار گرفته. خب میدونم چجوری وقتی که سگ و گربه جلو من، واقعا نمیدونم چه کار کنم و بایستی باشون دیل کنم سامها. خیلی خوب. ببین چیز متخصص دامپزشکی من نمیتونم جوابم بگم، ولی لایسنس پروفشنال هستم. خیلی خوب. نگفتی سگ و گربه میان جلوم، فکر کردم مثلا یه شغلی انتخاب خب من اوکی نمیخواد. دیگه حالا الان نمیخوام دوباره. آره نمیخواد در این زمینه حرف بزن. ببین اگر راه شورتکات میخوای، میونبر میخوای بزنی، خیلی کارا رو که داری میکنی درسته، که ورزش میکنی و بعد محرکای اضطراب نمیخوری، اینا کارهای درسته. یه کار درست دیگه که میتونی بکنی اینه که با یه روان پزشک مشورت کن و راجع به پکسل ازش بپرس و برو رو پکسل ببین این چقدر کنترل میکنه. و عامل دیگه‌ای که بسیار کمک میکنه در مورد انگزایتی، درمان نیست ولیکن به اصطلاح مداوا نمیکنه ولی مدارا بهت میآموزه. روغن لوندر اویل رو در روز چندین بار بو کنی. دکتر میبخشی کاتتون کردم، ولی من اونو به صورت اسپری حتی روی بالش هم حتی میگن پوشن اسپری دارم، اونو هم دائم هم میکنم. خیلی خوب. گفتم کار ولی با این وجود یعنی نهایت تلاشمو میکنم همچین که وارد بالاخره محل کارم میشم و اینا میان جامپ اوور می، مثلا یه حالتی که اصلا احساس خجالت میکنم. خیلی خوب. بذار آپشن اینه که یه شورتکاتش اینه که حالا تو اون مسائل کودکی و اینا ما نتونیم بریم، شورتکاتش اینه که با شما شیوه تراما رزولوشن یا دی سنتسایز کردن رو به کار ببرن یک نفر، که این کار از طریق ریلکسیشن تکنیک و دی سنتسایز کردن صورت میگیره. اگه شما تو آفیس من بودی بذار بهت بگم که باهات چی کار میکردم. اول با یک روانپزشکی که آفیس بغلی من کار میکنه میگفتم من یه کیسی دارم که میخوام دی سنتسایزش کنم و میخوام نیم ساعت قبل از اینکه تو اتاق بیاد پیش من تو از یکی از بتا بلاکرها بهش بدی بخوره استفاده کنه. هر بتا بلاکری. چرا بتا بلاکر؟ برای اینکه من میخوام تو اون موجود ترسناک رو، البته نه جلسه اول جلسه دوم بلکه از جلسه سوم، 10 جلسه در نظر میگرفتم. از جلسه سوم من الان دارم تریتمنت مودالیتی رو اینجا میگم، اگه دوستانی هستن که میخوانی همچین چیزی رو فالو کنن، تو رشته ما چیز نیست، به اصطلاح شاید کمک کننده باشه. جلسه اول و دوم با شما راپور برقرار میکردم، آرامش بهت میدادم، 2 تا اکسپریانس گراجوال دیولپینگ ریلکسیشن تکنیک یا سمای هیپناتیک ریلکسیشن تکنیک به کار میبردم تا یه تراستی به من پیدا میکردی. بعد اون وقت جلسه سوم یه سگ یا گربه پشمالویی که با باتری روشن خاموش میشه به دستت میدادم و بعد از کنترل خودت میذاشتم که اینو روشن کنی یا هر وقت داری میلرزی خاموشش کنی. بعد مرحله بعدی جلسه 5 یا 6
از سایکیاتریست میخواستم که به تو بتا بلاکر بده که تو سیستم اعصاب خودکارت که اتومات کار میکنه بدون اراده تو بلاک بشه، شات داون کنه برای 2 تا 3 ساعت. و بعد اون وقت از یه سگ کوچولوی واقعی یا از یه گربه واقعی کوچولو استفاده میکردم. بعد وقتی که آرام بودی اینو تو بغلت میذاشتم و تو ترس رو تجربه میکردی، ولی سیستم اعصاب خودکارت اعصاب و بیوشیمی ترس رو در اختیارت نمیگذاشت. و gradually بعد از 2-3 بار این تجربه، اون وقت با همدیگه میرفتیم احتمالاً تو خیابون و یه دونه سگ درست حسابی رو بهش نزدیک میشدیم و تو کلمه به کلمه از حال خودت با من حرف میزدی. بتا بلاکرم مصرف کردی هنوز. و بعد از اون در جلسه 10 تو به جایی میرسیدی که بدون بتا بلاکر یه سگو بغل میکردی. خانم دکتر، هایپنوتراپی هیچونه چیزی نداره تو این مورد؟ نمیتونه درمانی؟ چه روشی؟ هایپنوتراپی. هیپنوتیزم. هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. هیپنوتراپی چرا من گفتم که نه، به شکل تنهاش ما دیدیم که یه علامت رو میگیری از مریض به یه علامت دیگه رجوع میکنه. یعنی از سگ گربه ممکنه دیگه کمتر بترسی، یهو مثلا از سوسک و مار میترسی. نه خانم دکتر، باور میکنید از سوسک و مار نمیترسم، از سگ و گربه میترسم. حالا اونا خودش دیگه بررسی خودشو داره. ما به اندازه باور کنید نه میفهمم، یعنی میگم سیمتوم یا object transferred میشه. هیپنوتراپی طبق میتونی تحقیق کنی، گوگل سرچ کن effectiveness of hypnotherapy رو فوبیا ببین، بعد effectiveness دیسنتسایز کردن و یوز بتا بلاکر رو ببین در درمان فوبیا، بهت خیلی از اطلاعاتی که من دادم میده. بنابراین دیگه الان برو و بذار که ما به ریسرچ کنم ببینم چجوری. خیلی ممنون از بذار ما با کسایی که از سگ گربه نمیترسن هم یه خورده حرف بزنیم. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. هلو. نباشید. مرسی، بفرمایید. والا من یه مشکل خانوادگی پیدا کردم. من حدود 30 سال ازدواج کردم. دارای 3 تا فرزند هستم که 2 تاشون بزرگترن، رفتن از خونه و یه دونه پسر تینیجر دارم 16-17 ساله. بعد حدود 5 سال پیش پیدا کردم که شوهرم با یه 2 خانمی تو ایران به خواهی اینکه کمکشون کنن بیارن خارج، دوست شده بودن و اینا. آخیش چقدر این خدمات انسانی زیاد شده تازگی ها. بله، به هوای کمک کردن. بعد دخترم متوجه شد، توی پیغامگیر پدرش پیدا کرد صدای اونو که بهش میگه دوست دارم و از این برنامه ها. خانوم میگه به آقا دوست دارم. پس ایشون داره به شوهر شما کمک میکنه. بله kind of. بعد دخترم خیلی ناراحت شد، اون موقع هنوز ازدواج نکرده بود و با پدرش در میون گذاشتیم و خیلی دعوا شد و ناراحتی شد و اینها. یه دونه چون دختر دارم خیلی باباشم علاقه داره بهش و حالا یا به خاطر اون یا هرچی گفتش من اینو تموم میکنم، نمیرم دنبالش رو، گذاشت کنار. و من کم و بیش احساس میکردم هنوز باید این رابطه یا تلفنی، چون به ایران نرفته خب این چند ساله، ولی تلفنی حدس میزدم داره این رابطه رو هنوز، تا اینکه الان نمیدونم هنوز اون دختره یا نه، اصلا نمیدونم کی هست، ولی من 2-3 هفته پیش باید خودم کشش کردم که توی تکسش بهش ابراز علاقه کرده اون دختری که هست، من نمیدونم اصلا کی هست. و من اینو بهش گفتم و با هم داشتیم بحث میکردیم که پسرم تو خونه بود، نمیخواستم اون بفهمه اصلا که فهمیدش پسرم و اشتباهم شد که فهمید، ولی پسرم رفت به دخترم تلفن زد، به اون یکی پسرم خبرها رو داد و اونام یه مقدار اینوالو شدن تو این جریان و من
به شوهرم گفتم بعد از این خونه بره بیرون، من دیگه نمیتونم تحمل کنم، در صورتی که خیلی به من علاقه داره و با هم قبل از ازدواج دوست بودیم و عاشق هم بودیم، هم ازدواج کردیم و خدا رو شکر زندگی خوبی داشتیم تا این مدت. ولی حالا که این برنامه شده دیگه من بهش گفتم بعد از این خونه بری، دیگه نمیتونم اینجوری با این دروغا تحملت کنم. اینا رفت، یه هفته رفت ولی اومد دوباره به هوای اینکه بیاد به پسرمون سر بزنه و کاراشو انجام بدیم اومد دوباره. بعد من باش حرف نمیزدم، در اتاقو میبستم میخوابیدم اینا و به هر 2-3 روز پیش اومد طرف من به من میگه که من خیلی دوستت دارم و من اشتباه کردم، تمومش میکنم، از این صحبت ها. و من بهش همش میگم توضیح بده این چی هست، این چرا این کار کردی، چه کمبودی داشتی، تو باید به من میگفتی، اگه کمبودی تو خانواده داری یا با من مشکل داشتی تو باید به من میگفتی من نمیتونم که با تو زندگی کنم، من میرفتم، من مشکلی نداشتم از اینکه با تو نباشم. ولی میگه نه تو رو دوست دارم و خودش هم دیده که من خیلی میدونه که من زن وفاداری بودم، هیچ وقتم بهش نه خیانت کردم نه هیچی و خیلی هم زن خوب و حالا نمیخوام خودم تعریف کنم مادر خوبی بودم. ولی نمیدونم حالا اومده بررسی کرده این چند روزه که از خونه دور بوده یا هرچی، حالا اومده دوباره به من رابطه‌شو داره ادامه میده. منم بهش میگم باید بریم ما با هم یه مشاوره صحبت کنیم، من نمیتونم تو رو ببخشم به خاطر این کاری که کردی با من، اصلا قابل بخشش برای من نیست. ولی خیلی به من علاقه نشون میده و اتیتیودش اصلا عوض شده با من. حتی دیگه میاد خونه میگه خودم غذامو گرم میکنم، یعنی بی سابقه است که خودش غذاشو گرم کنه. ولی یه مقدار حالا شاید اولش رفتارش با من خیلی خوب شده، خیلی نایستر شده، ولی از اون ورم نمیدونم احساس میکنم که شاید اشتباهشو فهمیده ولی مطمئنم نیستم. نمیدونم بچه کار. اجازه بده من به شما یه چیزی رو بگم. این که شوهر شما به شما علاقه داره احتمالاً بسیار درست داره به شما میگه، به شما علاقه داره. حالا ما یه ذرم علمی تر روی این مسئله حرف میزنیم، ولی اشکال همسر شما اینه که شیوه لطفش مثل رحمت خدا عمومیه و تعهد زناشویی خانوادگی نمیتونه یه موضوع عمومی باشه، یه موضوع بسیار خصوصی و ویژه است. در مورد این که آیا یک مردی که به همسرش و به خانوادهش علاقه داره میتونه خیانت بکنه یا نه، پاسخ علم اینه که بله. پاسخ عصب شناسی رفتارهای رمانتیک و عاشقانه اینه که بله. علتش هم اینه که ما تمام کشش ها و جاذبه هامون به انسان های دیگه از یک مجرای عصبی و از یک سیستم انگیزشی و از یک نوع هورمون ها و نوروترانسمیترهای شیمیایی ناشی نمیشه. ما عشق خانوادگی داریم که عنصرش یا ملاتش اکسیتوسین یا هورمون اتچمنت، دلبستگی، دلدادگی و دلسپردگیه که معمولاً امنیت آفرینه، آرامش آفرینه، هیجان توش نیست ولی تداوم توشه. در حالی که عشق و عاشقی هوسناک توأم با شور و هیجان و نمیدونم شهوت، عنصر شیمیایی و نوروترانسمیترش دوپامینه. دوپامین به طور کلی وقتی لیمبیک سیستم رو در دست میگیره، یعنی خاستگاه هیجان رو در مغز در دست میگیره، شخص سیستم دوپامینش فعال میشه و هیچی نمیخواد جز کامجویی از اون محبوب به خصوص. و چون بقیه قسمت‌های مغز از جمله مغز پیشانی و قسمت خاکستری مغز که مغز فکور، مغز خاطره‌دار، مغز تحلیلگر ما هستند از کار میفته، شاتدان میشه، یه نفر به سمت اون خواهندگی خودش، اون موضوعی که انقدر میخواد میره بدون اینکه به پیامدهای ثانویش فکر کنه.
من باور میکنم که او شما رو دوست داره، باور میکنم که الان سرفکنده و خجالت زده به شما داره برمیگرده، ولی چون این اتفاق بیش از یک بار افتاده، حتما شما این آدم رو باید ببری پیش متخصص که 2-3 چیز رو در نظر بگیره. چگونه میتوان کارهای غیر به اصطلاح فکور و غیر ارادی و تنشی رو در او تعدیل کرد. دیگه 20 سالش که نیست که بگه هورمونا زد بالا من نمیتونم. گاهی اوقات اتفاقا یه نوع 2 شاخه زدن به شاخه شکننده تمایلات جنسیه که مردها در این سنین به جای اینکه بپذیرن تمایلات جنسیشون افت میکنه، میخوان برن از سیستم دوپامینی یه نوع هوسناکی کودکواره رو در خودشون تقویت کنن که مثل که به خودشون اعتماد به نفس بده، غافل از این که این اون فواره‌ایه که اگرم بلند شه خیلی دووم نمیاره و وقتی پایین میفته اون چیزایی هم که داری از دست میدی. به هر حال با یک متخصص باید تماس گرفت و با او مشورت کرد و اون ایمپالسیویتی رو در او کنترل کرد. گاهی اوقات حتی به دارو احتیاج هست. نکته دیگه، روابط مشترک شما بررسی بشه و کمبودهای این روابط شناسایی بشه. شما برای اون جایی که کمکاری شماست مسئولیت برداری و بعد سیستم به سمت یه سیستم فانکشنال بره. به من اشاره میکنم وقت آگهی هاست، همطور که میبینین ما باید بیشتر آگهی پخش کنیم تا تلویزیون رو پای خودش بایسته. تا چند لحظه دیگه با من باشید. چنانچه عازم تورنتو کانادا هستید، هتل و مهمانسراهای مریم همواره منتظر استقبال گرم از شما خواهند بود. مهمان نوازی سنت دیرینه ماست. هتل و مهمانسراهای مریم بالهای خسته سفر را به آسایش خویش می‌خواند. اقامتی راحت و آسوده را در هتل و مهمانسراهای مریم تجربه کنید. ویلا، سویت‌های مبله، آپارتمان‌های لوکس مجهز و سرویس رفت و آمد فرودگاهی. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 416 850 6666 تماس حاصل فرمایید و یا به آژانس مسافرتی خود مراجعه نمایید. maryamhotel.ca. ماجیک تل قیمت ها را می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پن نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل، سرویس تلفنی ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تلفن تماس در آمریکا 1800 267 1350. تلفن تماس در کانادا 1866 642 6700. برای تلفن خارج از آمریکا 818 703 9000. ماجیک تل. بله، من قبل از این که همه خطوط روشن از دوستان بباره سوالی بپرسم به این نکته اشاره میکنم. خیلی دوستان تلفن زدن در 2 هفته گذشته و گفتند که تکرار این برنامه‌های منو در وبسایت خودم www.drfarnudi.com قبلا میدیدن و حالا نمیبینن. بله، این وبسایت اگر شما همطور که بارها من گفتم اطلاع داشته باشید، این برنامه ها رو من از اینجا کپیشو میگرفتم میدادم به آقایی که این سایت رو برای ما میچرخونه و او دانلود میکرد اونجا و اینو پخش میکرد و سرورای سایت ما یک هزینه‌ای میگیرن و اون کسی هم که این کار رو میکنه، این برنامه ها رو میده، یه هزینه‌ای میگیره که متاسفانه چون تعدادی از کسانی که ممبر سایت ما بودن عضویتشون رو تمدید نکردن و چون تعداد جدیدی اضافه نشدن، ایشون به دلیل
هزینهش که نمیرسه، یعنی میزان اون کسایی که اومدن $50 در سال دادن تعدادشون انقدر کمه که اگر بخواد علاوه بر این CD هایی که الان پخش میکنه هر دفعه برنامه های جدید تلویزیون هم پخش بکنه، مینیمم باید بین 2500 تا 3000 نفر عضو داشته باشه. نداره این عده رو، بنابراین قطع کرده. اگر واقعا مایلین این سرویس رو به خصوص به کسانی که دیش ندارن بدید، تعداد زیادی در ایران میدیدن این برنامه ها رو، شما ممبرشیپ رو 5 نفر 10 نفر اگر میتونین هدیه کنین، تماس بگیرین با همون وبسایت، ممبرشیپ رو هدیه کنین تا درآمدش برسه به یه جایی که بتونن این کارا رو ادامه بدن. من از جیب خودم هیچی نمیتونم رو این سایت بگذارم، حالا یعنی جیبی هم نیست، ای کاش جیبم مثل جیب پارله‌ای از حضراتی که لوله نفت توش سرازیره پر بود، 10 برابر اینم سرویس رایگان به مردم میدادم، ولی نمیتونیم. لذا به این دلیله که اینا رو شما نمیبینین. باز با خرید CD های ما با ممبرشیپ میتونین بنیه ما رو تقویت کنین تا بیشتر بتونین به کسانی که میخوان. واقعا یه چیزی حدود شاید 30 و چند نفر تو این 1 هفته 10 روز گذشته از من این گله رو کردن، من چاره‌ای ندارم. بفرمایید دوست عزیز. سلام. سلام خانم. خوب هستین خانم دکتر؟ مثل که شما هر دفعه مشتری دائمی هستی. من؟ خب چه سعادتی نصیبم میخواد بشه که من مشتری دائمی شما هستم. آره میدونم، ولی صداتون آشنا بود. هفته پیش مثل که یه دوباری اومدین رو خط. نه خانم دکتر اصلا. خیلی پس من الان 2 هفته نتونستم مریض بدم و اینا. خب خانم دکتر یه سوال داشتم ازتون. بفرمایید. این در مورد دخترمه. ما تو ایران بودیم با هم دیگه. این دختر امریکا بود که بهش خبر دادن که خواهرت تصادف کرده بیا، و اومد ایران و خیلی قبل از این که برسه به بیمارستان که شب رسید و تا اومد یه دوش بگیره و رفت بیمارستان و برگشت، این حال بچه خیلی 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 خراب شد. اصلا جوری شد که اصلا خواهر در چه وضعیتی بود؟ خواهر در حالتی بود که تصادف دست و پا غم خورد و تمام واسش آهنگ گذاشته بودن. خب خیلی بفرم که بعد اومد خونه، این که اصلا انگار اون آدم این نبود، حواس پرتی داشت، حرفای بی خود میزد، میدونی حواس یارا همه حواس پرتی میزد. همونجا دکتری که اونجا که بودش خیلی بیمارستان خیلی خوبی بود، اینجا دکتر روانشناس هم بودش، اینجا نشونش دادن و اینا. خب فقط برین خدا رحم، برین این اگر خوابید امروز یه چند ساعتی خوابید که خدا رحم کرده که بهتون جا، وگرنه اگر نخوابید باشه تو وایتش بیمارستان روانی. بعد این برای اون شب و اون روز که این خوابید اصلا فوق‌العاده عوض شد. ولی من میخوام ببینم این برای بله این وضعیتی رو که اون چیز کرده، sleep deprivation یا محرومیت از خواب، میتوانه بنیه ما رو تا اونجایی تقلیل بده. خیلی ها که تو مشاغل هستن که چند شب نمیتونن بخوابن و هنر ترمیم بیخوابی رو با تمرین‌های کوتاه مدت فاصله خواب‌های کوتاه نمیتونن پر بکنن، در این حالتی میرن که سیستم شاک میشه. این بچه از آمریکا تا اومده بوده ایران، خب بیخوابی کشیده بوده و نگرانی کشیده بوده، اضطراب و کورتیزول لولش خیلی بالا بوده و بعد هم که اومده باز بدون اینکه بخوابه هنوز تو بیمارستان رفته و در نتیجه این همه فشار و اضطراب و نخوابیدن، مسمومیتی که اعصاب، ببینید در انتهای سلول‌های عصبی ما یه چیزی هست به نام بوتان گیت
که وقتی ما در اثر خستگی و فعالیت ها و استرس میزان کورتیزولی که در خون ما بالا میره به اعصاب ما خبر میدن که وقت استراحت و بازسازیه. این بوتان گیت ها مثل نگهبان میبندن و سلول ها دیگه از بیرون خبر نمیگیره و فعال نمیشه و استیمولیشن پیدا نمیکنه و نوروترانسمیترها فعالیت نمیکنن. وقتی که در یک شرایطی انقدر میزان کورتیزول ناگهانی بالا بره و اعصاب بوتان گیت ها فرصت نکنن که به موقع این گیت رو ببندن، در نتیجه یک گفتگویی در یک شیمیایی مسموم با سلول های مغزی شروع میشه که توش توهم، دیلوژن، بعد دیدن یا شنیدن چیزهای نامربوط یا واکنش های نامربوط نسبت به سیچویشن اتفاق میفته که اینو میگن شاک ایندیوس سایکوسیس، یعنی در اثر این شوکی که وارد شده و دیسفانکشنی که بوتان گیت ها پیدا کردن، نگهبانای عصبی مغز ما که قراره به طور طبیعی وقتی ما خسته میشیم ببندن، نتونستن این کارشونو بکنن، اونطوری شده. طبیبی که او رو به طور شیمیایی در 1-2 روز خواب برده، به او فرصت داده که این بیوشیمی خستگی، های کورتیزول پایین آمده و شخص به وضعیت عادی خودش برگشته. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. روزتون بخیر خانم دکتر، خیلی ممنون. من یه پرابلمش در واقع به این صورت هستش که یه دختره، یعنی بچه بزرگم دختر هستش و در حدود 30 و خورده ای هستش دیگه، 32 شده و ایشون اصلا نه توجهی به مثلا این داره که ازدواج بکنه و من واقعا نگرانش هستم چون عاشق بچه است. حالا ازدواج نخواستم بکنه، من همش میگم که یه موقعی اون وقت دلت میخواد که دیگه قادر به بچه سالم و اینا نیست. خودش وقتی بهش میگید چرا ازدواج نمیکنی چی میگه؟ همش میگه که مامان نگران من نباش، مامان من میدونم من دیگه بزرگ شدم، ولی همش حس میکنم نه به خودش میرسه نه بیرون به اون صورت میره که من بدونم. شما نگرانی چیه؟ نگرانیت اینه گی باشه؟ نه از اون جهت که فقط چطور خیالت راحته؟ بوی فرند داشته تا حالا؟ بله یه موقعی داشته شو و من چون حالا بلکی اون موقع میگفتم نه با اینا چون یه مقداری عجلت از گروه های کالری بودن و ایشون، حالا من به اونش کار ندارم، من همش میگم سواد حداقل داشته باشه طرف، مهم نیستش که از چه گروهی هستن. حالا یا اینکه ایشون هنوز داماد ایدئال شما رو پیدا نکرده یا مرد دلخواه خودشو. صحیح. و الانم شما برای بچه نگران نباشید چون الان در واقع علم پزشکی توان این رو به خانم ها میده که حتی تا 41-2 سالگی بتوانند مادر باشند. صحیح. بنابراین شما هر چقدر بیشتر او رو نگران کنید، موفقیت او در پیدا کردن مرد ایدئال خودش که من امیدوارم به جای پیدا کردن داماد ایدئال برای شما دنبال مرد ایدئال برای خودش بگرده و امیدوارم شما وقتی اون مرد ایدئالش رو پیدا کرد یه خورده از خواسته های خودت دست برداری و اجازه بدی که او فامیل استبلیش کنه و این موضوعی نیست که شما بخوای برای دختری که لابد کار میکنه تحصیل کرده برای بذار یه فرصتی بدین. یعنی من و شما آخرین نسل مادرایی هستیم که از یه طرف دلمون میخواد بچه هامون شاخصیت علمی پیدا کنن، از یه طرف دلمون میخواد که تا هنوز مشتری دارن ازدواج کنن و به خونه بخت برن. بعد از من و شما نسل بعدی نگران این مسائل نخواهد بود. اوکی؟ بفرمایید. سلام خانم دکتر. شما کسی دیگه هستین، بفرمایید. سلام. بفرمایید خانم. سلام.
آقای دکتر ممنون از محبتی که میکنین. میخواستم بگم من دختری دارم خیلی نسبت به مرد خوشباوری و به هر حال دوست پسرایی هم در زندگیش بودن که متاسفانه هیچ کدوم آنیس باش نبودن. حالا با یه آقایی آشنا شده که خب منم دیدمش، به نظر پسر بسیار خوبی میاد و آنیسی، ولی ایشون کالچرش با ما فرق داره، یعنی هندی هستن و دختر من حالا با این آقا خیلی پیشرفت کرده به طوری که دارن دیگه شما احساس اونجا هی میشنوم که این پسر داره از این میخواد که به کالچر اون مثلا رفتار بکنه و مثلا به حد جمله برای آشنا شدن این دختر در روزی که پدر مادر ایشون رو ملاقات میکنه برای اولین بار خواسته که لباس هندی بپوشه دختر من به دخترم گفتم شاید برای این که این خود پدر مادرش خب میدونیم که هندی ها دوست دارن خودشون همسرای بچه هاشون انتخاب کنن، حالا پسرشون انتخاب کرده میخواد پدر مادرش رو آروم بکنه، شاید فکر کرده که به این بعد اونا راحت‌تر شما رو میتونن بپذیرن و به بقیه خصوصیاتت بپردازن. ولی واقعیتش اینه که خود دخترم خیلی نگران این هستش که بخواد اون مرتباً این مطلب رو تکرار بکنه و موضوع بغرنجی بشه و اون چیزی که در به حال گذشته من دیدم این پسر خب کالچرش فرق داشته، اون حالتایی که برای سخت مثلا بگه دوست دارم یا این که بخواد یه جورایی دیگه ای که برای ما ایرانی خیلی راحت تره حرکاتش باشه، ولی فوق‌العاده قابل توجهی که واقعا خودش بعد از مدتی دوزاییش افتاده به عرض کرده. میخواستم بدونم نظر شما چی؟ آیا که این فقط یک پیشنهاد بوده برای این اولا پدر مادرش بدونه؟ نه من علم اجازه یا که این میتونه به این شکل باشه که بعداً مشکلی بشه؟ البته این صحبت رو من فقط از شما میگیرم و دخالت هم نکردم و نمی کنم، ولی واقعا نگرانی خودم و سوال خودم از شماست. خواهش میکنم یه لحظه شما منو میخواید از تلویزیون ببینید؟ شکرم. خواهش میکنم. دوستان رو خطوط نمونین دیگه، چون برای من وقتی باقی نمونده. بعد از این سوال باید شاید یه سوال دیگه هم بتونیم جواب بدیم. ببینید بانوی عزیز، وقتی که ما 7 تا 30 من همیشه میشمرم به عنوان عوامل مؤثر در زناشویی که تو CD هم هست، تو CD زناشویی هم هست. اول کمیستری هست، کشش و جاذبه. دوم کاراکتر هست، نوع شخصیت، مچ بودن یا میس مچ بودن. سوم کالچر عنصر بزرگی هست که میتواند مشکلاتی اگر 2 نفر فرافرهنگی نباشن که برای فرافرهنگی بودن بلوغ خیلی زیادی لازمه، میتوانه مشکلاتی پیدا کنه. برای اینکه این مشکلات چقدر میتونه جدی باشه یا نه، چقدر این آقا به اون امید داره ازدواج میکنه که یه دختر ایرانی رو تبدیل به یه دختر هندی کنه یا نه، به هر دوی اینا توصیه کنید با یک روانشناس مشورت کنه. بفرمایید دوست عزیز. پریمریتال کانسلینگ بسیار بسیار مفیده، مشاوره قبل از زناشویی. بفرمایید آقا. الو سلام عرض کردم. سلام آقا، بفرمایید. معذرت میخوام، از برنامه‌تون خیلی خیلی ممنونم و واقعا مستفیض میشم و خواهش من اینه که اگر براتون امکان داره فرق ما بین روح و ذهن در یکی از برنامه‌های قبلیتون اشاره کردیم بهش که برای من مختصر بود، اگر وقت بهتون اجازه میده یه توضیح بیشتری برای من بله میده. بله، البته وقت اونقدر اجازه نمیده، ولی من اینو تکرار میکنم خدمتتون حتما. ببینید اشاره میکنن که فرق روح و ذهن، چند تا لغت هست که در روانشناسی ابتدا یک تفاوت کلامی داشته، ولی الان هر چقدر که علم و به خصوص نوروساینس جلوتر میره،
این تفاوت‌ها باریکتر و باریکتر و بیشتر مشخص میشن. مثلا شما قبل از روانشناسی روح داشتید، لغت روح به عنوان اسپریت، و مثلا در فلسفه ارسطویی، در باور ارسطویی، روح در واقع افلاطون و ارسطو برداشت‌های متفاوتی داشتن، ولی در واقع چیزی بود، روح فانکشن بدن بود یا عملکرد بدن بود. وقتی روح از بین میرفت، وقتی بدن میمرد، شما چیزی به صورت روح دیگه نداشتی، یا برعکس بدن یک مرکبی بود برای روح. یعنی روح وقتی که متولد میشد در یک قالبی می آمد که این قالب روح رو کری می کرد تا یه زمانی، بعد قالب می پوسید و روح هنوز دوام خودش رو داشت. مثلا وقتی حافظ میگه مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند بهر تنم. بنابراین به دو بودی روح و جسم باور داشتن. حالا بعد از به وجود آمدن روانشناسی علمی که با سایکوآنالیسیس یا فروید شروع شد که از علم فیزیولوژی، چون پزشک بود، از علم فیزیولوژی آگاهی داشت، لغت سایک یا روان به جای روح نشست. سایکی، هیومن سایکی یا روان انسانی. و بعد در این نگاه روان شد چیزی که انسان یه لوح به اصطلاح سفیدی بود که به دنیا می آمد، ولیکن آنچه که به صورت سه نیروی ایگو و سوپر ایگو، یعنی یک بالقوه‌ای بود با غرایزی مشابه غرایز بقیه جاندارا و حیوانات. بعد به دنیا می اومد، از طریق سوپر ایگو یا من برتر اجتماعی فرم می گرفت و ایگو هم این وسط میانجیگری می کرد بین این دوتا و سیویلیزیشن یا تمدن موجودی می ساخت که دارای یک روان بود. این نگاه هم ادامه داشت تا اینکه امروز بنابراین ما روح داشتیم، بعد روان شد، بعد مایند متولد شد. مایند حالا اینه که به من اشاره میکنن آگهی ها رسید، سریع میگم. مایند عبارت از این که ما در بستر تاریخی و تکاملی خودمون با یک لوح ژنتیکی به دنیا میایم که یونیکه، یکتاست. این لوح ژنتیکی یک بالقوه هایی در اختیار ما میذاره که این بالقوه ها در محیط و فضا و جهانی که ما تجربه میکنیم وارد فعال شدن یا عقب نشینی یا بیشتر فعال شدن میشن که نتیجه این نوع اینتراکشن که خودش رو بیوشیمی که ژنها رو فعالتر میکنه یا خاموش میکنه، چیزی به وجود میاد، عنصری به وجود میاد به نام مایند که اگرچه از بدبستان این دو به وجود آمده ولی استقلال وجودی پیدا میکنه. مشابه این نگاه نوروساینتیفیک رو ملا صدرا در نظریه حرکت جوهری خودش و استقلال روح ارائه کرده بود. بیش از این نمیتونم توضیح بدم، مقالات متعددی راجع به این مسئله نوشتم. عزیزان، فردا چهارشنبه در مؤسسه ابن سینا کلاس عمومی رایگان خودمون رو با شما ادامه میدیم و تا هفته دیگر در برنامه ما باشید. اگر مشتاق تداوم این برنامه ها و فعالیت های وسیع تری هستید، از طریق سایت ما و خرید CD های ما رو تقویت کنید. دلشاد، سرزنده، امیدوار باقی بمانید که در منطقه جنبش های دموکراتیک آینده اون منطقه است. در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست.
مرکز سمینارهای دکتر فرنودی تقدیم می کند. الفبای پدری و مادری، اصول زناشویی و گزینش همسر، تیپ‌های شخصیتی، اعتماد به نفس و حرمت ذات، از خودشیفتگی تا عشق و صمیمیت، رهایی از افسردگی و اضطراب، شما و نوجوانان، 7 شهر عشق. برای تهیه با کردیت کارت به وبسایت www.drfarnodi.com و یا با تلفن های 310 701 4411 و 310 967 8180 تماس بگیرید.